سلام به همگی، خوش اومدین به قسمت 4 از پادکست موجوکست، جایی که من یعنی گلاره به همراه آذین میخوایم در کنار شما همگی با هم موجوی از دست رفته خودمون رو دوباره به دست بیاریم و دوباره پیداش کنیم. سلام آذین، چطوری؟ سلام گلاره، تو چطوری؟ ببین من فکر میکنم این عددا رو داری باش بازی میکنی. آیا واقعا ما قسمت 4 هستیم؟ یعنی 0 رو داری حساب میکنی؟ من نمیدونم الان ما قسمت چندمیم؟ 0 رو دارم حساب نمیکنم فکر کنم. نه دیگه، ما 0 رو حساب نکردیم. اگه اشتباه نکنم ما یه 0 مقدمه داشتیم، 1 و 2 داشتیم، بعد دیگه ترکیدیم و رفتیم و اینا. هفته پیشم که 3 رو منتشر کردیم. خب از درسته ما 4 5 نیستیم. اوکی، باشه گلاره جون، من خوبم. هفته بدی نبود، هفته خیلی خوبی هم نبود. اتفاقات عجیب غریب توی زیاد افتاد. ولی بذار من از تو بپرسم. میخواستم یه چیزی بپرسم، نمیدونم بپرسم نپرسم. تو هفته پیش یه چیزایی گفتی برا ما، گفتی نمیدونم میخوام برم اولا بخورم چی بیشه و اینا. بعد از اینکه تو گفتی همه اینترنت ناگهان شد این اولا. بله. و همه راجعش حرف زدن. گفتم که وای خدایا، گلاری یه دقیقه رفت یه کاری بکنه. منهدم شد، منفجر شد اینترنت. آره دیگه. بعد دیگه خلاصه من چیز شدم، یه لحظه گفتم که فکر کنم که گلاره دیگه اولا نخورد. آره خوردی بالاخره یا نه؟ یعنی تو هم ببین، من صفی که من دیدم اینجوری بود که اصلا نمیفهمیدمش. باحال بود ولی کول بود. دقیقاً. ببین خیلی باحال بود. بذار اینجوری اول بگیم که ما یه صحبتی بکنیم در مورد این که اول چارت موجوکستمون رو بگیم که چرا الان داریم اینجوری صحبت میکنیم. ما این رو هر سری تکرار میکنیم چون شاید شما اولین باری باشه که ما رو میشنوین. ما توی موجوکست 3 بخش اصلی داریم به نام هایلایت هفته، بحث هفته و رویای هفته. اولین بخشمون که هایلایت هفته است و الان میخوایم بهش بپردازیم اینه که هایلایت هفته گذشتمون رو میگیم. هر چیزی که توی ذهنمون از هفته گذشته بولد بوده من و آذین اینجا میگیم و شما هم خواهش میکنم که توی کامنت ها یا توی چت تلگراممون که همه اینها لینکش هستش براتون میذاریم، اونجا به همون بگین که هایلایت هفته شما چی بوده. هایلایت هفته من همونطور که حالا ما توی قسمت قبلی راجعش صحبت کردیم، واقعا یکی از هایلایت ها این بود که من قرار بود یه ایونتی همون روزی که ما ضبط کردیم برم و ما رونمایی از نوشیدنی اولا بود توسط تیم پیلیبان که من رفتم و واقعا به طرز خیلی عجیبی شلوغ بود، چیزی که حتی من فکر میکردم ولی دیگه نه در این حد. صف خیلی طولانی شد تا توی کوچه صف بود و ما شانس آوردیم که جلو بودیم تقریبا و نوبت 4 اگر اشتباه نکنم ما رفتیم تو و نوشیدنیمون رو گرفتیم. خیلی باحال بود. من حالا یکی از چیزایی بود که وقتی خیلی پر شد توی اینستا و خیلی شروع شد به قضاوت شدن که آخه برای یه نوشیدنی و خیلی ها میمدن همونجا توی صف از ما میپرسیدن که چی شده، این چه صفیه، چی کار دارین میکنین و من دونه دونه توضیح میدادم که آره یک آژانس خلاقیت هستن و یک تیم بسیار خفنن که ما خیلی کارشون رو دوست داریم و این خیلی بهانه بود که ما این تیم رو ببینیم بیشتر. یعنی ما دلمون می‌خواست که با بچهای تیم آشنا بشیم به خاطر اون خلاقیتشون، انقدر جدید بودنشون و کاری که دارن توی سوشال مدیا انجام میدن و برامون خیلی جالب بود که ببینیم که خب حالا یکی از چیزهایی که چون تابستون رو اینها فصل کلاب اگه اشتباه نکنم انتخاب کرده بودن و دارن یه سری کار مختلف میکنن. اینو فکر میکنم توی اپیزود قبلی هم گفتم و یکی از این کلاب هایی که انجام دادن این بود که بیان با این رستوران نوشیدنی رو اولا رو رونمایی کنن و 2 مدل داشت، 2 طعم داشت، کاملا پایه گیاهی داشت، یکیش قرمز بود یکیش مشکی بود و به صورت رندوم بهتون میافتاد این نوشیدنی ها. شما حالا پرداخت میکردین هزینه رو، ماهایی که ثبت نام کردیم شماره موبایلی که ثبت نام کردیم رو میدادیم و بهمون اولا رو میدادن و تستش میکردیم و خب من خیلی بیشتر رفتم با خودشون صحبت کردم و خیلی خیلی تجربه بامزه‌ای بود کلا اون خلاقیت اون اتفاقی که داشت میافتاد. ولی خب خیلی یعنی یهو جمعیت خیلی زیاد شد، خیلی طولانی شد انتظار خیلیا، ولی خب خیلی قشنگ هندل کردن این ایونت رو
ولی خب همین قضاوت‌های بعدش خیلی اینجوری بود که برای یه نوشیدنی این همه تو صف وایساده بودیم. آره ولی خب میفهمم. مثل یه پاستا فروشی، پاستا سازی، پاستا هم تو ایران من خیلی میبینم. بعد خب یه سری آدم دوست دارم برن چه میدونم یه چیزی اصلا کوفت میدن اونجا، اینا میخوام برن امتحان بکنن و خب باشه بابتش خوشحالن یا انرژی دارن یا هرچی. حتما یه گروه دیگه ای باید بیان و بگن که شما به خاطر این اینجا وایسادید. این یک نوعی از آزار کلامی نیست گلاره جون به نظر شما؟ آره ما بهش میرسیم. بذار من فقط اینم بگم، ببین من حالا پاساتا رو نرفتم حقیقتش، ولی آره خب یه چیزی ترند میشه و تو دوست داری تستش کنی. ولی میگم بیشتر اینطوری بود که ما یعنی بیشتر افراد، یعنی حالا من میگم راجع خودم میتونم توضیح بدم که واقعا خلاقیت و اون بچه‌های اون تیم دوستانی که با این تیم پیلمان برام خیلی جذاب بود و واقعا دارم خواست که وقتی یک تیمی با این حجم از خلاقیت و کارشون رو انقدر قبول دارن، وقتی دارن یه ایونتی میگیرن توی اون ایونت شرکت کنن و ببینم که چجوریه و همین برام با خودشون صحبت کنم. این برای من خیلی جذاب‌تر بود، جوری که ما هنوز نوشیدنی دستمون بود ولی من وایساده داشتم با بچه‌های تیم صحبت می‌کردم. حتما همینطوریه. من فکر نمی‌کنم که آدم اومده باشن که مثلا نوشیدنی رو بگی، چون اصلا نمیدونم، من فکر نمی کنم کسی واقعا برای نوشیدن. بیشتر در واقع به قول تو یه کلابریشن یا همکاری جالب و خلاقانه بوده و آدمایی که حالا پیگیر اینا بودن دوست داشتن که یه سهمی هم داشته باشن توی این در واقع کلابریشن. آره و شما افراد مختلفی رو با بک‌گراندهای مختلف می‌دیدین و خیلی از حالا افراد همه دنبال اون ادمین بودن که گفتم بهتون، ما حتی صدای تغییر یافته‌ایه و ما نمی‌دونیم و تا آخر هم ما نفهمیدیم ادمین آخر کی بود. هنوز هم کسی نمیدونه ادمین. واقعا هر کسی یه حدسی میزد ولی بهمون هیچ قضیتی نمیدادن. ولی متاسفانه حالا دقیقاً به اون جوی که داده شد و اتفاقات بعدش که توی سوشال خیلی خیلی یهو اصلا کلا جو اشتباهی داده شد و باعث شد که پیجشون بسته بشه خیلی سریع، هم پیج خودشون هم پیج رستوران فعلا پیج بسته است که اینا خیلی ناراحت کننده بود و باعث شد که یعنی اون هایلایت اون اتفاق خیلی باحال اصلا خود کن بشه یه مقداری و دقیقاً همون حالا یه جوری همون تیتره هم میتونست آزار کلامی و کلا استوری هایی که گذاشته میشد، صحبت هایی که میکردن خیلی عجیب غریب شد، اصلا به سمت عجیب غریبی رفت که اصلا اونطوری نبود. هایلایت تو چی بود حالا بعد از اینکه اینو بگو بعد بریم نظرم رو راجع به این ماجرا بگم؟ ببین من یه چیزی که دارم از دور میبینم، خب من که نبودم تو اون ایونت، خبری هم ندارم چه اتفاقاتی دقیق افتاده. اگه بخوام نقد و بررسی کنم چند تا ایراد میبینم. یکی اینکه به نظرم تاریخ خوبی نبود، مناسب نبود تاریخش اصلا، به خاطر اینکه حرف و حدیث به وجود می آورد و هر کسی هر استفاده دلش میخواست میکرد. چه اینا میخواستن اون استفاده انجام بشه چه نمیخواستن اون استفاده انجام بشه. این یه نقد. دومی که یه کسایی که حالا تو این کارن و توی کار مارکتینگ احتمالاً باید میتونستن یه مثلا استیمیت بکنن که آقا چند نفر قراره بیان. البته که من میدونم که صف درست شدن اتفاق خوبیه، به خاطر اینکه بقیه هم براشون سوال پیش میاد آقا این چیه که شما اینجا صف درست کردید. اما من در تمام مسیر صف ویدیوهایی که دیدم هیچ تبلیغاتی از خودشون نمیدیدم. مثلا نمیدیدم که یه بروشور چیز بین مردم پخش کرده باشن که آدمایی که حالا میان اونجا حداقل یه المانی از اینا دستشون باشه که آدمایی که رهگذرن هم مثلا براشون جالب باشه. ولی به هر حال خب برای اون رستوران اون صف یه اتفاقیه که به نفعش شده. و نکته مثبت دیگه که به ذهنم میرسه اینه که میگی ادمین معلوم نبود کیه. این خیلی جالبه و خیلی تاثیرگذاره. یعنی این سوالو پیش میاد که واقعاً مثل فردوسی پور میمونه که مثلا تا سالها همه گفتن این پرسپولیسی استقلالیه چیه، حالا میگن پرسپولیسیه. این سوال خیلی سوال خوبیه. همین الان من و تو اگه هویتمون مخفی بود آدما براشون شاید جالب تر می بود. و این سوال همیشه میگه خب این کیه؟ من چطوری مثلا یه کسایی که اسمای مثلا چیز دارن، آدم از خودش میپرسه، سوال میپرسه که خب این اسمش چیه واقعا؟ یه حالت رازگونه است و باعث میشه که بقیه نزدیک بشن به اون پروداکت و سعی کنن که اون راز رو کشف کنن. این در مورد نقد و بررسی من از این کمپین اینا. دمشون هم گرم، به هر حال خوب ترند شدن، خوب اسمشون همه جا پیچید. چی میگن بعضیا؟ میگن تبلیغات بد خودش چیه؟ خودش تبلیغه؟ یه هم چیزی. bad publicity is publicity. still a good publicity. اینجوری داره. آره
یعنی یه تبلیغات بعد هم بازم خودش باش تبلیغاتی. حالا من خیلی اعتقاد ندارم به این، ولی خب در مورد هایلایت هفته من داشتم فکر می‌کردم. ببین من یه جمعه ما با هم صحبت کردیم، آقا زندگی من بعد از اون صحبت و اون گفتگو منفجر شد. یعنی همه برنامه‌هام ریخت به هم. آره مجبور شدم یه سفر جاده‌ای برم و بعد دوباره برگردم دوشنبه و میرفتم برمیگشتم. تحت شرایط خوب نبودم، استرس داشتم. بعد دیروز داشتم فکر می‌کردم خب آذین تو یه رویای هفته داشتی، هفته پیش می‌خواستی بری پیاده روی. ببین باورت میشه من از در خونه بیرون نرفتم. یعنی من دوشنبه که برگشتم به جز سفر جاده‌ای نه به جز اینکه رفتم سفر و برگشتم سفر جاده‌ای داشتم. و تو خب پدرم هم در اومد دیگه، پدر راننده بیشتر ولی پدرم هم در اومد. من از در خونه نرفتم بیرون که محض رضای خدا آشغالا رو بذارم تو سطح آشغالا. فکر کنم تو خود چی گفتم من برای پیاده روی؟ چقدر تو ساده ای. پیاده روی کجا بود؟ حالا خلاصه حیات این هفته رو میتونم بگم. من هفته پیش راجع به باشگاه کتابخوانی استا صحبت کردم. من یه کلاس نمیتونم بگم آره کلاس نویسندگی هم میرم با اینا و برای اولین بار بعد از چندین ماه ملت برای داستانی که من خوندم بالاخره یه کفی زدن و گفتن که پیشرفت کردی، چه خوب شده و اینا و خیلی جالب بود. آره بعد داستانا اصلا خودم دوست نداشتم. بعد داشتم میگفتم پس من متوجه شدم برای اینکه داستان خوب بنویسم بعد دوستش نداشته باشم یا مثلا علاقه من نباشم به اون موضوع. این چیزی بود که من فهمیدم. این از هایلایت هفته من. خیلی هایلایت باحالیه، ولی به نظرم خیلی اچیومنت باحالیه، چیز دستا و برده باحالیه. با تجربه چیزی که داری بالاخره خودش ممکنه که آره تو الان بگی خب من اینو خیلی دوستش نداشتم و نه حالا دست زدن و اینا، ولی نه فیدبک خیلی مهمه به آدم‌ها. از این فیدبک رو از آدم‌ها گرفتن خیلی چیزی که یاد میگیرم. اتفاقا داشتم به فیدبک‌های منفی فکر می‌کردم که چه تاثیراتی روی من گذاشتن. یه چیزی که آدم یاد میگیره از حالا فیدبک و اینا، حتی تو این فیدبک مثبت هم خب یه سری نکات بود که بهم میگفتن که بهترش کن، ولی اینکه حالا میگم دوست نداشتم، یه چیزی بهم یاد داد. این که مثلا یه چیزی که تو فکر میکنی خیلی خوبه و خیلی عالی و فلان و اینا، یه ایرادی حتما داره که آدم‌ها باهاش ارتباط برقرار نمی‌کنن و تو داری خیلی خوب باهاش ارتباط برقرار می‌کنی. و اینجا نکتهشو گرفتم. یعنی با اینکه داستانا رو خیلی دوست نداشتم، نکته این که آدم‌ها دوستش داشتن رو فهمیدم چه ضعفی در بقیه کارا وجود داشت، در بقیه نوشته‌ها. آره به نظرم خوب بود قشنگ بود. یه چیز چی میگن قابل لمس پیدا کردم در مورد خودم. خب بریم سراغ موضوع این هفتهمون. این هفته بیشتر می‌خوایم راجع به آزار کلامی حرف بزنیم، درسته؟ گلاره. آره فقط من یه چیزی رو اول بگم، ما این هایلایت هفته رو ببندیم. حتما بهمون شما هم همونطوری که دوباره تکرار کنم که لطفا شما بهمون هایلایت هفته‌تون رو بگین. و قبل از اینکه بریم سراغ بحث هفتمون، به نظرم لازمه که ما تکرار بکنیم اینم که ما هیچ کدوممون متخصص توی این زمینه نیستیم. و اگر چیزی رو میگیم نه ما روانشناسیم، نه تحلیلگریم، نه اقتصاددانیم، نه هیچ چیزی. ما فقط صرفا یک سری چیزهایی که برای خودمون شاید دغدغه بشه میایم راجبش با هم دیگه توی بحث هفتمون صحبت میکنیم. نظرات کاملا شخصی و حالا تا یه حدودی شاید تحقیق کنیم ببینیم دیگه چه نظر چه هست. یه چیز کلی و کاملا شخصی و غیر تخصصی میگیم چون دغدغه‌مونه، راجبش صحبت میکنیم، با هم دیگه تبادل نظر میکنیم و بیشتر دوست داریم که باز هم نظر شما رو راجب این موارد بشنویم که شاید این دغدغه یه ذره اطلاعات بیشتری راجبش بگیریم، تا یه حدودی بیشتر راجبش پیش بریم و یه قدم هم بریم جلوتر به حلش. نه که حالا حلش ولی بیشتر دونستن راجبش خب خیلی واسمون حالمون رو خوب میکنه. برای همینم میریم راجع به این چیزها صحبت میکنیم هر هفته، یه چیزی که واسمون دغدغه شده. خب حالا بحث این هفتهمون چی هم تو گفتی آزار کلامی. داشتم میگفتم آره خیلی خوب شد که اینو گفتی. آفرین بهت که این چیزا یادت میمونه، تو مبصر کلاسی. و ما در واقع دو تا دوستیم که داریم با هم گفتگو میکنیم. یعنی من بیشتر فکر میکنم که فقط صرفا انگار یه تم برای گفتگومون مشخص کردیم. من اینو بیشتر به شکل یه گفتگوی بین خودم و تو میبینم گلاره که دوست دارم آدمای دیگه هم بیان سر میزمون بشینن، فرض کن که توی کافه، و دوست دارم واقعا با بقیه آدم‌ها شیرش بکنم تا یه جورایی بتونیم موضوع خودمون رو بهتر بکنیم. گلاره ببین وقتی راجع به آزار کلامی حرف میزنی من 2 تا برداشت ازش دارم. خب من 2 تا برداشتم به تو میگم و میخوام که تو هم نظرتو به من بگی. ببین
یه حالتی هست که ما خودمون آزار کلامی میبینیم که خیلی یکم مشخص‌تر و ملموس‌تر. خب یعنی یک نفر یک چیزی به من میگه که آزار کلامی محسوب میشه. اهمیت دونستنش در چیه؟ اهمیتش اینه که جلوی اون آدم رو بگیریم. حالا نه با دعوا و جنگ و اینا، مثلا فاصله بگیریم یا یه جوری قطع کنیم اون رابطه رو که آدم داره منو آزار میده. خب دومین مورد اما چیه؟ اینه که وقتی خودمون، ما که البته چیز نیستیم، از عمد نه، به صورت ناخواسته و بر اساس چیزی که نمیدونیم، عدم دانش در چیزی، آزار کلامی میدیم افراد رو. و این ممکنه خیلی از آدمایی که اطرافمون هستن و ما فکر میکنیم که اینا دارن من آزار کلامی میدن، از ندونستنشونه. یعنی یک عادت، یک فرهنگ غلط. مثلا اینکه مثلا وقتی میرم توی مهمونی و خالم میگه ایوا آذین چقدر چاق شدی، بیچاره خالم صدای خالم اینطوری نیست، مثلا چقدر چاق شدی، مثلا فکر میکنه که داره به من مثلا این پوینت رو میده که خب آذین مثلا مراقب سلامتیت باش، و من بعد منو نمیخواد، حالا حداقل خاله من بعد منو نمیخواد تو این سناریو، اما من آزار میبینم و من میخوام که برسیم به یه جایی که حواسمون باشه که یعنی دانشمون یه جوری باشه راجع به آزار کلامی که نه تنها فاصله بگیریم از افرادی که دارن به ما آزار میرسونن، خودمون هم آزار دهنده نباشیم، ناخواسته. بازم میگم ناخواسته. حالا تو به من بگو. آره ببین، من در مورد آزار کلامی به نظرم خیلی چیز ریسکیه و کلا چرا برای ما شاید دغدغه شده، به خاطر اینکه این چیزی نیست که تو بری خیلی راجبش تحقیق کنی و یه مرزی براش پیدا کنی و از اون به بعد بگی دیگه خب من اینو بگم خوبه، اینو بگم بده و این کاملا این مرز مشخص باشه. خیلی مرز متفاوتی داره بنا به پیش زمینه ذهنی افراد، خیلی این مهمه، فرهنگ افراد، اعتقادات افراد، این میتونه خیلی اون مرزه رو جابجا کنه. جایی که داریم زندگی میکنیم و همین این پیش زمینه ذهنی ممکنه که حتی ما هممون ایرانی هستیم، همه توی یک شهر زندگی کنیم، ولی یه فردی ممکنه که یه پیش زمینه ذهنی داشته باشه، یه زندگیش انقدر با متفاوت باشه که نسبت به یک چیزهایی توی ذهنش گارد باشه که من یه حرف خیلی خیلی کوچیکم بتونه برای اون خیلی آزار حساب بشه. چرا؟ چون مثلا اون حرف براش یه چیزی رو تریگر میکنه، توی ذهنش یه چیزی رو یهو فعال میکنه که سریع اون حالت دفاعیه رو به خودش بگیره و اصلا یه بحث بزرگی بشه، یا نه صرفا از ما خیلی دلخور بشه و از ما بدش بیاد، یا اصلا کلا ناراحت بشه. خیلی میتونه واکنش‌های متفاوتی داشته باشه. بنابراین این چیزها انقدر تاثیرگذاره که نمیشه واقعا براش یه مرز مشخصی ایجاد کرد. من خودم هم خیلی برام این دغدغه بزرگی شده بود که خب یه چیزایی برای افراد خیلی راحته، من خیلی ازشون ممکن ناراحت بشم، ولی اونا به راحتی بیانش میکنن. بذار من یه مثال بزنم. این حرفایی که زدی خیلی من یاد یه داستانی انداخت، شاید بتونیم شفافتر بگیم اینو. چند سال پیش تو توییتر یه داستانی رو یه نفر نوشته بود از اتفاقی که براش افتاده و خیلی همه بهش حمله کردن و یهو جای سوال پیش اومد که اصلا چرا و چطور. و این همون چیزی که تو میگی رو نشون میده، این که ماها با فرهنگ‌های مختلف پیغام‌های متفاوتی میگیریم از یک رفتار. یه خانمی بود نوشته بود که خیلی عصبانیه به خاطر اینکه نمیدونم کی وقتی این مریض بوده و میدونه فهمیده که این مریضه، براش غذا آورده و غذا گذاشته دم در و این خیلی عصبانی بود. میگم این چه رفتار زشتیه که شما میکنید و غذا میارید و اینا. بعد همه بهش گفتم وا تو چقدر آدم مثلا بیشعوری هستی، یعنی چی؟ این لطف کرده، محبت کرده بعد اون یکی میگفت بابا من نخواستم، من غذا نمیخوام، من اصلا غذای کسی دیگر رو نمیخورم، الان فقط برای من یه دردسره که من بعد مثلا ظرف اینو چیز کنم و تمیز کنم و بریزم دور، تو این حال مریضی مثلا با آشغالا رو ببرم پایین. و واقعا غذای یارو ریخته بود 100 تا آشغال. بعد خیلی دوگانگی و جنگ، اصلا دوگانگی که نه، همه مثلا گفتن آقا مثلا تو چطور؟ بعد من به این فکر کردم بابا لابد اینجوریه دیگه، این آدمه یه سری قوانین داره برای زندگیش و با اون قوانین با اون متر داره اندازه میگیره. خب و شاید هم در اطراف خودش خیلی فرآیند عادی باشه که تو آقا جان شما اجازه ندارید بدون اینکه من بخوام مثلا در خونم غذا بفرستید، در صورتی که توی اون یکی فرهنگ خیلی خیلی عادیه که ما اگه یه نفر مریض بشه یه سوپی چیزی درست کنیم و ببریم برای
در واقع فردی که میشناسیم و خیلی برای من جالب بود، خیلی برای من جالب بود. آره ببین اینو هست که دقیقاً افراد فکر میکنن حالا با اون چیزی رو که لطف میدونن، تعریف میدونن، که اهمیت دادن به افراد میدونن، همه به همون برداشت باید داشته باشن، ولی واقعا اینطور نیست. یعنی انقدر مدل های زندگی ها متفاوت شده، انقدر فرهنگ ها متفاوته، انقدر مشکلات، اتفاقات، چیزهای ذهنی افراد با هم دیگه فرق میکنه، زندگیایی که کردیم، مشکلاتی که گذروندیم با هم دیگه متفاوته. دقیقاً اون متره که باهاشون تعریف بودن رو میسنجن، اون کمک کردن، اهمیت دادن رو میسنجن، خیلی فرق میکنه و گاهی آدم فقط باید خیلی برای هر فردی انگار اون مرز رو مشخص کنه که خب با این خیلی سخته ها، اصلا چیز آسونی نیست و واسه همین آدم به مشکل میخوره. یه جایی بالاخره یه مشکلاتی پیش میاد که به همین دلیل هم هست که ما اومدیم روش صحبت میکنیم، که تو هر آدمی رو باید انگار با مرزهای خودش فقط باش در ارتباط باشی و بدونی که به کی چی بگی. خیلی ذهنمون رو درگیر میکنه این قضیه. شاید قدیما راحت تر بوده، نمیدونم. ببین درسته ها، این که داری میگی کاملا درسته، خب ولی یه سری اصول هم داره. یعنی مثلا بولی کردن یا قلدری کردن یا مثلا چه میدونم رفتار توهین‌آمیز، مسخره کردن، یکی رو دست گرفتن، خیلی از این مدل های در واقع آزار کلامی هست که دیگه بیس واقعیت دیگه این ربطی به مرز و اینا نداره. یعنی تو وقتی یکی رو مسخره میکنی دیگه داری مسخره میکنی. اگه بدن یه آدمی رو مورد تمسخر قرار بدی توی حالا جمع یا هر چی و شروع کنی بهش مثلا این احساس بد رو دادن، دیگه دادی دیگه، این واقعیته. دقیقاً میخواستم به همین برسم. میخواستم بگم که یه سری از این چیزها مشخصه، یعنی دیگه مشخصه که به نظرم نباید گفته بشه، نباید مطرح کنیم با افراد، ولی یک سری چیزها هست که نه، خیلی نامعلومه. مثلا یه ویدیویی بود خیلی وایرال شده بود، من اونو خیلی دوستش داشتم، که میگفتش که شما اگر میخواین راجع به افراد یک نظری بدین، مثلا یه نظر شخصی یا راجع به ظاهرشون یا حالا ممکنه یک رفتارشون، اینا اگر میتونه توی 30 ثانیه اونو تغییر بده، اون نظره رو بدین. اگر نمیتونه این کار بکنه، نظر ندین. مثلا آقا موت الان مثلا کج شده، موت شاخ شده، خب خیلی راحته، من اینجوری هم دستتم در نکنه اوکیش میکنم. ولی مثلا یه چیزی که نمیتونه تغییر، وای مثلا چقدر دماغت کجه، خب چی کار کنه؟ الان طرف خودش میره تو آینه به خدا میبینه و شاید اصلا با اون اوکیه و به محض اینکه تو میگی اون تازه متوجه کجی بینیه میشه و ناراحتش میکنه، یا نه اصلا میدیدتش و خب دلش نمیخواد کاری بکنه به هر دلیلی. حالا این یک مثاله، ولی میخوام بگم یعنی یه چیزهایی رو، اینو خیلی دوست داشتم که میگفت توی 30 ثانیه اگر تغییر میکنه بگین، اگر نه ترجیحاً نگیرش. ولی یه جایی خیلی جالب بود، داشتم سرچ میکردم از نظر اون فرهنگی که گفتم، توی تایملاین های خارجی ما ممکنه این مرزه، حالا تو ایران هم خیلی باز متفاوته، ولی دیگه وقتی وارد اینترنت شدم سرچ کردم دیدم دیگه اونا به یه مرزی رسیده بود، بعضی از این سایت ها، که دیگه همه چیز آزار کلامی بود. یعنی در این حد که ماها فکر می‌کنیم داریم تعریف میکنیم از طرف و اون جمله جزو مواردی بود که بهتره گفته نشه. مثل چی؟ مثلا بهش میگفتش که تو چقدر لبخندت قشنگه، بیشتر بخند، و بعد طرف فکر میکنه که چقدر من بد اخلاقم، پس این داره به من میگه بخند. یا مثلا همین که یه نفر مثلا میرسه میگیم که چه زود رسیدی، چه به موقع رسیدی، و بعد طرف مثلا فکر میکنه که پس من همیشه دیر میرسم، داری به من میگی مثلا من آدم بدقولیم. دیگه همه چی رو توی اون قرار میدادن. یه چیزن این سکیوریتی خاصی دارن، مثلا هر چیز خوبی که ازشون تعریف بکنی ممکنه که برداشته باید بکنن. میفهمم. ما فکر کنم قبلا هم راجع به این موضوع حرف زدیم، مطمئن نیستم ولی فکر کنم حرف زدیم که من گفتم که یکی از دوستای من ادرس کرده بود یه نفر دیگر به جینجر، گفته بود اون خانم جینجره، بعد اینا همه گفته بودن وای چقدر حرفت زشت بود، چقدر حرفت نژاد پرستانه بود فلان و اینا. بعد ما رفتیم مثلا کلی سرچ کردیم که آقا مثلا تو به یه نفر رو ادرس کنی یا اشاره کنی به یه نفر با مثلا ریسش برای مثال غلطه و واقعا نیست. یعنی خب همین چجوری پس من بگم؟ خب یا مثلا ما یه مثلا چه میدونم فلانی میگن ولی اینو من خیلی دیدم مثلا تو ایران میگم آقا مثلا محمد، کدوم محمد؟ هم که کچله. خب چرا باید نقصه آدمو
مثلا بذاری بچسبونی به اسمش به عنوان تایتل، مثلا کدوم آذین، اونی که حالا نقص حسابش نکنیم بیشتر، یعنی یه خصوصیت مثلا ظاهری بولد رو بیایم به جنگ که مثلا یه واقعیت در واقع طرف رو بگیم، یه چیز مثلا آره یه چیزی که آره میشه خب مثلا یه چیز دیگه راجبش گفت، ولی خب میایم یه چیز بولد اینجوری ظاهری که شاید طرف نسبت بهش حساس باشه رو بگیم. آره درسته. یه خلاصه که یه چیزی داره دیگه، یه مشخصه داره دیگه. یه نفر واقعا هست مثلا چه میدونم در مورد اینکه گفتی تو 30 ثانیه میشه حلش کرد، مثلا فکر می‌کنم چه مواردی هست، مثلا چه میدونم آقا زیبتون بازه مثال، میدونی البته خیلی هم چیزه کار سختیه گفتم با آدما که زیبتون بازه، من خیلی خجالت میکشم. یعنی اینکه آدمه فکر میکنه که خب این لابد سرش توی مثلا داشته خشتک من نگاه میکرده یا چی، چرا باید بگه زیبتون بازه؟ یا من خودم یه اتفاق بدتری که برام میفته، وای خدا، کوله پشتی که میندازم این لباسم جمع میشه میره بالا، خب بعد واقعا بعض وقتا صحنه‌های بی‌نظیر رو چیز میکنم به وجود میارم. حالا باز آره یعنی اصلا نمیخوام راجعش صحبت کنم که چه فاجعه هایی، وقتی مثلا معمولا خانم‌ها میگن عزیزم مثلا لباست رفته بالا، خب کار خوبی میکنن دستشون درد نکنه، ولی شما فرض کن همونجوری که مثلا داری تو خیابون راه میره یکی دستشو بذاره روی شونت و بگه که عزیزم تو خیلی زیبایی ولی کاشکی دماغتم عمل میکردی، خب تو برخواد نگید خب به تو چه، مثلا یه احساس بدی به دست نمیده، از فردا هر روز دلت میخواد مثلا با این دماغه ور بری و خیلی سخته، خیلی سخته، هم دو طرفش سخته. چیزی که میخوام بهت بگم اینه که به من بگو حالا در مورد این حرف زدی که بعد بتونیم توی 30 ثانیه حلش بکنیم. یه چیزی مربوط به ظاهره دیگه، یعنی من ممکنه یه ظاهر خاصی داشته باشم و ما باید سعی کنیم که کامنت دادن راجع به اون فرد رو متوقف کنیم. یه سری‌ها میگن حتی کامنت خوب دادن هم شما متوقفش کنید. خب مثلا به کسی نگید که چه خوب لاغر شدی، خب شاید براش پیغام خوبی نداشته باشه. من خیلی خودم شخصا معتقد نیستم. من اگه یکی رو ببینم زیبا شده یا مثلا یه لباس زیبایی پوشیده یا یه اتفاق زیبایی در زندگیش حتما بهش میگم، هرچند بیشتر مخصوصا در مورد دوستای نزدیکم. خب ولی یه موضوعی که وجود داره اینه که چیزای بد حداقل توی مثلا نمیدونم توی سلام علیک کردن درکش نمیکنم. من یه مدت زنگ می‌زدم به مثلا خانواده‌ام و اینا، همش مثلا بابام بهم میگفت آذین چقدر زیر چشم‌های تو کبود شده، چقدر سیاه شده، آیا درست غذا می‌خوری؟ بعد من هی می‌مدم جلو اینا میگفتم وای من چقدر زیر چشمم سیاهه، بعد میرفتم سرچ می‌کردم تو اینترنت چگونه سیاهی زیر چشم رو برطرف، و زندگی من به هم ریخته بود. بعد یه روز نشستم با خودم فکر کردم گلاره، گفتم فکر کنم مثلا زنگ بزنم به بابام، دقیقاً برعکسش. خب زنگ بزنم بگم بابا چقدر پیر شدی، می‌بینی چقدر مین و بدجنسی توشه، میگم بابا تمام موهات سفید شده، بابا این چروکه چیه افتاده کنار چشمت. من واقعا به این موضوع فکر کردم و اون لحظه متوجه شدم که نه، مثلا پدر یا مادر منم میتونن نگن اینا رو، میتونن به خاطر اینکه بخوام به من یه لطفی بکنن یا بگن که من حواسم به تو هست اینو نگن، یا حتی مثلا بعضی وقتا میگن که چه خوبه اگه مثلا یه کلاس ورزشم بری. خب این چه صحبتی، آدم چه فکری ممکنه بکنه؟ خیلی آره ببین کاملا میفهمم حرفتو، به خاطر اینکه ما کلا یعنی خود من اینطوریه و خیلی از افرادی که میشناسم اعتماد به نفس اینطوری که خب ما از اول خیلی آدم های پر اعتماد به نفسی باشیم و اصلا اعتماد به نفس با همون باشه، خیلی از افراد اینطوری نیستن و اکثر افراد اینو راجبش قطعا صحبت کردیم تا جایی که آدم اعتماد به نفس چیزیه که اکتسابیه و شما باید با تمرین اصلا بیشتر داشته باشیش. حالا مخصوصا بنا به باز هم گفتم زندگی و شرایط برای هر کسی ممکنه اون میزان متفاوت باشه و با بیس متفاوتی این رو سعی کنن که حالا بیشترش کنن یا داشته باشنش یا نداشته باشنش و توی چیزهای مختلفی ما حساسیت‌های مختلفی داریم. به همین دلیل هم من خودم خیلی یعنی معمولا سعی میکنم که واقعا تا جایی که دست خودم باشه، شاید الان اصلا هیچی تو ذهنم نیاد که کامنت بد به کسی ندم، یعنی اصلا راجع به همچین چیزی نظر ندم. همه افراد رو واقعا خیلی خیلی اینو تلاش کردم که نه راجع به قضاوت خیلی سریع بکنم،
مثلا راجع به حالشون خیلی همون شکلی که هستن میپذیرمشون. خب و خیلی مثلا گیر نمیدم آی فلانی چرا اینجوری، که آی فلانی چرا اون شکلیه، چرا فلانی این شکلی پوشیده، چرا رفتار همه رو همون شکلی با همون مرزها و همون شکلشون تا جایی که به من آسیب نزنه میپذیرم این قضیه رو و میگم خب کاملا خودش. اما به شدت این که گفتی خوبا رو نگیم برای من هم عجیبه، من خودم اینو نمیپذیرم، ولی ممکنه که حالا اگر شما میدونین چرا این اتفاق نیفته یا نسبت به چیز خاصی حساسین اون کامنت خوبا بیاین بهمون بگین. میفهمم که اگر بیای به این نفر بگی که وای امروز مثلا چه خوشگل شدی، ممکنه این نفر بگه خب قبلا زشت بودم. برای همینم شاید مثلا الان من بیشتر خیلی میگم چقدر خوشگل تر شدی، تر رو میارم آخر، چقدر جوان تر شدی، چقدر مثلا نمیدونم تیپت امروز باحالتره، که فکر نکنم همیشه مثلا بد نبوده بنده خدا که، ولی باحالتر این بیشتر به تو میاد. اتفاقا میتونه یه سری از این کامنت واسه خود من، وقتی من این خوب گفتنه رو خیلی دوست دارم، اگر یکی میاد راجع به ارائه من یه صحبتی میکنه، راجع مثلا دارم همینجوری صحبت میکنم و من راجع به حرف زدن مثلا اعتماد به نفس ندارم یا یه چیزی که اصلا راجع بهش اعتماد به نفس ندارم، یه نفر میان 2-3 بار میشه که میشنوم که یه کامنت یکسان میگیرم، میان ازش تعریف میکنن خوب بودا، اینجوری کردی خیلی خوب شده بودی، موهات این شکلی کردی خیلی باحال شده بود. و یه نفر دیگه که خیلی ناراحت بشه، من بهم خیلی حس خوبی میده، چون تو اون زمینه یه ذره اعتماد به نفس میگیرم، میگم پس اوکی بود. مثل همون داستان تو که گفتی من داستانمو چند نفر دست دادن، تو ممکن راجع داستانت اصلا اعتماد به نفس نداشته باشی، ولی چند نفر که دست میزنن میگن این داستان خیلی بهتر شده بود، تو میای یه چیزی ازش یاد میگیری و بهتر میشی. برای منم این مرز خوب گفتن رو اتفاقا خیلی دوست دارم. کامنت مثل سازنده طور میمونه، نه اینکه صرفا تو ببین همیشه این شکلی کن، یا به نظرم اینجور این تایپو شاید دوست نداشته باشم، به زور بخوای این مدلت بهتره اون شکلی دیگه نکن خیلی بد شده بودی. شاید من اصلا اون مدلی رو هم دوست داشته باشم، ولی تو میتونی بگی این مدل خیلی بهت میاد. این سازنده است. یا میگم راجع به کار آدم بیان مثلا بگن این خیلی خوب شده بود، برای من سازنده است و باهاش اوکی ام، ولی شاید خیلی‌ها به اونم حساس باشن. ببین یکم کنترلگری یعنی مثلا تو میخوای همه آدم‌های اطرافت اون شکلی باشن انگار که تو میخوای. مثلا من دوستم همه دماغاشون این شکلی باشه، یا مثلا این شکلی دارم نگاهشون میکنم، پس هر چیزی که از متر من جدا بود یا متفاوت بود با در واقع میزان من خوب نیست. آره. خب و یه جایی به خودمون اجازه میدیم که حالا به اون آدم توهین بکنیم، یا حالا بازم میگم خواسته یا ناخواسته، که خواستش من فکر نمی کنم، بیشتر اوقات ناخواسته یا بر اساس فرهنگ. به قول یکی میگفت که دهه 60 میرفتیم مهمونی، بهت میگفتم وای چقدر لاغری، چقدر استخونی هستی، نون نداری بخوری. بعد مثلا حالا میریم مهمونی میگم وای چقدر چاق شدی، چقدر فلان. میگه همیشه اینا یه چیزی دارن بالاخره به تو گیر بدن. چه اون موقع که بهم گفتن چرا انقدر لاغری، این چه الان که بهت میگن چرا انقدر چاقی. و یک ماجرای دیگه‌ای که برای من خیلی جالبه اینه که شما گلاره تو چگونه با این موضوع برخورد میکنی. یعنی مثلا اگر یه آدمی رو میشناسی که هر دفعه مثلا یه کامنت این شکلی بهت میده، چی کار میکنی؟ و این آدم هم مثلا اونقدر دور نیست ازت. ببین تا یه جایی، چون دقیقا اون اعتماد به نفس خیلی کمه، یه وقتایی آدم خیلی بعد به سن و به نظرم شرایط و میزان این اتفاق، تعداد بارهایی که تکرار میشه و رو چیزهایی که نظراتی که راجع به خودت مثلا چقدر راجع به خودت مطمئنی، اون به اون خیلی بستگی داره. یه چیزی که هست اینه که من خیلی سعی میکنم که افراد رو هم به این بیارم که ببین اگر اون شکلیه به ما مربوط نیستا. یعنی من خیلی سعی میکنم، شاید میگم تا یه سنی این کار میکردم و اون بحث همراهی کردنه که راجع به نظرات خودمون، آخه من خب هیچ وقت آدم مطمئن نیست که من دارم درست میگم که، ولی مثلا الان خب یه ذره مطمئن‌ترم دیگه، به سنی رسیدم که یه ذره مطمئن‌ترم، مجبور نیستم با جمع همیشه همراه بشم. مثلا اگر همه دارن یه نفر فقط از جلوم رد میشه مثلا و همه شروع میکنن راجعش چرا اینجوری بود، چرا این شکلی بود، تا یه سنی به نظرم آدم همراهی میکنه که وای راست میگه، حالا شاید تو ذهن خودت اصلا اینطوری نباشه ها، به نظر طرف خیلی هم نرمال بود.
ولی تا یه سنی میای برای اینکه به جمع متفاوت نشه و حرف متفاوتی نزنی که آدمو ناراحت بشن، بگی که آره راست میگی و تو هم یه کامنتی اضافه کنی خیلی بیخودی. الان دیگه اونطوری نیستم. الان دیگه اینطوری هم که اتفاقا متوجهش میکنم که نه واقعا من با این یه نگاه نمیتونم چیزی بگم و نمیدونم، نظری ندارم راجبش، به نظرم اوکی بود. اینو خیلی راحت میگم. در مورد خودم چیزهایی که مطمئنم، مثلا من اگر مومو امروز کج میکنم و هی میگم دیدی کج بهتره، دیروز چرا دوباره اونجوری کج خیلی بد شده بودی، خیلی محکم وای میسم که نه به نظرم خوب بود. من اینکه تو وجود خودم خیلی یهو تا گفتم ابین بره که دیروز پس زشت بودم، خیلی واین شدم. ولی به اون فکر می‌کنم که مرسی خیلی اوکی، ولی اون مدلم دوست دارم. تنوع دیگه، با این تنوع دیگه میگذرونمش و نشون میدم که خب اونم یه مدل بود، اینم یه مدل. تنوع دیگه، آدم خسته میشه از این یه مدل مو اینجوری ازش رد. آخه گلاره ببین تو به نظر من روی کرده درسته ها. تو داری میگی من اگر اعتماد به نفس کافی رو برای موضوعی داشته باشم اساساً آزار نمیبینم، انگار که یه شیلد محکمی دارم. اتفاقا ما هیچ وقت اعتماد به نفس 100 نیست که، یعنی راجع به خود من اصلا اینطوری نیست. یعنی من دقیقاً دارم از دیدگاهی میگم که میگم راجع به خیلی چیزا و من خیلی خوره فکری که الان وای پس دیروز خیلی بد بوده، واسه همینم اتفاقا با این کامنت دادن خیلی مشکل دارم، چون میگم یهو ممکنه من خیلی نسبت به یک موقعیتی حال خوب داشتم خودم به خودم و یهو یه کامنتی میتونه بیاد منو خیلی به هم بریزه که تمام لحظات قبل رو بیام چک کنم که پس بد بودم، پس مثلا اینطوری نشسته بودم خیلی زشت بود، پس من موهام مثلا کج نبوده خیلی زشت بودم، همه راجع به این فکر رو میکردن. ولی سعی میکنم اگر خودم دوستش داشتم، الان دارم اینو مثل تمرینه، سعی میکنم به افراد بگم که آقا من با این قضیه اوکیم. مثلا راجع به بینی خودم میام دلیلشو میگم آقا چرا من عمل نمی کنم. مثلا یه چیزیه که کامنتشو خیلی ممکنه من بگیرم که چرا بینی تو عمل نمی کنی، چرا چش تو عمل نمی کنی. اینا مثلا کامنتایی که ممکنه بگیری که خیلی بهتر میشی یا خب آره قطعا بهتر میشم، اینو میدونم خودمم خب و خیلی اوکی هم میدونم، چون توی فرهنگ ما این نظر خیلی نظر عجیبی نیست. به نظرم توی ایران خیلی تو اینو میشنوی وقتی اتفاق میفته یه جور اهمیت دادن میدوننش. اما مثلا من میام اینو الان قبلا مثلا خب خیلی چیز میشدم، هنوزم ممکن خیلی بهش فکر کنم، به فکر فرو برم آره شاید بهتر باشه، ولی میام توضیحش میدم. برای من اینجوری میشه در نهایت میگم که آقا من در مورد این خب احساس میکنم از این خروجیه ممکنه خوشم نیاد، برای همینم باهاش اوکی نیستم و از هم در کنار ترسی که از عمل دارم با اون خروجیه و عواقبش ممکنه اوکی نباشم، برای همین این کار انجام نمیدم. این راه اون نظره رو، این در مورد حالا مثلا چیزای تغییریه. در مورد مو هم توی گفتم مثلا میگم که تنوع دیگه، یا لباس ممکن این لباس خیلی چاقت میکنه، تنوع دیگه دوستش دارم، باحال رنگی رنگیه. اینجوری اون نظرها رو مثل تمرین واسه میمونه، نه اینکه الان انقدر من آدم پر اعتماد به نفسی ام که اصلا آزار نمیبینم، نه ممکنه خیلی هم خودم به خودم فکر کنم ولی تمرین طوره که به افراد اینجوری بگم. ببین وای گلره تو خیلی ناز و مهربونی. من خیلی مثلا این طرفت میگه که این لباسه چاقت کرده چون که آره تنوع دیگه دوست دارم. من میپرستم این نوع طرز تفکر رو. تو واقعا یک فرشته ناز و مهربونی. اما من خیلی اینجوری نیستم. ببین من 2 تا روی کرد دارم معمولا. برای من افراد چند دستن. یه سری ها خیلی به من نزدیکن، جزو دایره نزدیکان من هستن و این افراد خب ممکنه کامنتاشون خیلی راحت تر هم به من بدن. یه گروهی هستن که مثلا چه میدونم مثل همکار یا مثلا دوست دورتر، آدمایی که هر چند وقت یه بار فقط همدیگر رو ممکنه ببینید. اونا هم یه گروه دیگه ایم. یه گروهی هم که اصلا دیگه خارجن و اصلا دیگه هیچ حقی براشون کلا قائل نیستم. در دامنه آدمای نزدیکتر به من وقتی یه کامنت این شکلی میگیرم و منو ناراحت یا در واقع دلخورم میکنه، میگم مثلا میگم که و این خیلی به من کمک کرده، میگم که من وقتی اینجوری میگی ناراحت میشم، یا به دوستم میگم ببین وقتی تو راجع به این موضوع صحبت میکنی من خیلی ناراحت میشم، اذیت میشم، چون کاری هم از دستم بر نمیاد و الان شرایطشو ندارم و من واقعا آزار میبینم. و من فهمیدم که ای بابا مثل این که کار میکنه، یعنی مثلا آدمای اطرافت که بعدتون نمیخوان، که اینا آدمایی که خیلی بهت نزدیکن. و من متوجه شدم که خب
چه جالب، من اگه از احساساتم با این آدمای خیلی نزدیک صحبت بکنم، اونا هم خب نمیخوام من ناراحت بشم که فکر میکنم دارن یک چیز مثبتی در قدم مثبتی برای من برمی‌دارن و اوکی دیگه چیز میکنن، دیگه سعی میکنن رعایت منو بکنن و دیگه راجع به اون موضوع خاص با من صحبت نکنن. اما توی دایره آدم‌های دورتر خب من هیچ وقت نمیگم بهشون که من ناراحت میشم، به خاطر اینکه دلیلی هم نمیبینم که احساساتم رو لزوما باشون شیر کنم. خب اما همیشه یه جواب سرد میدم راجع به این قضیه. خب و یک کار دیگه هم که میکنم رابطه‌مو کم میکنم. یعنی دوست ندارم اون آدمه رو دیگه زیاد داشته باشم اطراف خودم، به خاطر اینکه روزمو ممکنه خراب بکنه یا اصلا مایل نیستم. حالا اینجوری هم نیست که هر کسی یه دفعه یه چیزی بگه پرتش کنم بیرون، بگم مثلا دیگه تو برو دیگه، من بلاکت میکنم از همه جا. ولی ترجیح همینه که کمتر ببینمش یا اونقدر چیز نمیکنم، اونقدر اصراری ندارم روی بودنها با هم. خب و من هم فکر میکنم که تو خیلی فرشته ناز و مهربونی هستی که با اطرافیانت اینجوری در واقع برخورد میکنی و من خیلی خود سفت‌تر برخورد میکنم. ببین من یه دوستی داشتم توی دانشگاه، اینو یعنی یکی از دوستان چند پیش ما داشتیم با هم صحبت میکنیم، از دوران دانشگاه میگفتیم و یاد دوستان قدیم و یاد یک نفر افتادیم که هر بار که منو میدید هیچ کامنت مثبتی نداشته، هیچی، مثلا سری خیلی نگران برمی‌گشت و گفتش که خوبی تو مریضی امروز؟ بعد من گفتم که چرا چی شد که چه اتفاقی افتاده؟ بعد میگفتش که آخه رنگت پریده، رنگت زرد شده. بعد مثلا میگفتم خب اوکی من 10 صبح کلاس داشتم و الان 7 شب، فکر می‌کنم که طبیعی باشه که یه ذره قیافمون شادابی که تو منتظرشی رو نداشته باشه، ولی نه اوکی هم خوبم. ولی مثلا این خیلی تکرار میشه و من دیدم که نه، کلا هر بار منو اوایلش به خودم شک میکنم، دیدم وای چقدر به شدم، بعدم نه کلا در هر ساعت شب روز من ببینه هیچ وقت صحبت مثبتی برای من نداره و صرفا نمیدونم چرا تا منو میدید یه کامنت منفی داد که چرا اینجوری شدی، چرا همون چشت این شکلیه، چرا. بعد فهمیدم خب مدلشه، یعنی حالا قرار نیست ما با هم دوستان خیلی صمیمی باشیم، من تو دانشگاه با تو یک سلام علیکی دارم فقط و حالا تو جمعی هم باشی هستیم، ولی دایره افرادی نیستی که من همیشه دورم نگهشون میدارم، فقط مدلشه دیگه، اینم اینجوریه، اینطوری احساس میکنه که توجهشو باید نشون بده. ولی خیلی خنده داشت که بعد این حسن دوبارگشت گفتم به یکی بچه‌ها داشتم گفتم یادته که همیشه من خیلی حالم بد بود و داشتم میمردم و این خیلی نگران من بود. خیلی این خیلی به این الان مرتبط بود. مدل محبت کردنش خدا آزاردهنده بود. متفاوته، تو نمیدونی، یعنی همونقدر که ما تو پذیرش اون حرفا داریم میگیم متفاوته، زدن اون افراد از سمت اونها هم با توجه پیش زمینه و اعتقادات و مرز خودشونه دیگه. طرف نمیدونه که داره شاید به تو آسیب میزنه که دقیقاً اگر تو باشون صحبت بکنی دیگه اون کار انجام نمیدن. یه چیزی من یه سمیناری بود شرکت کردم در مورد این که مثلا چه اتفاقی میفته که این یه دعواهایی رو دیدی یه بحث خیلی مسخره شروع میشه و یک لوپ بی پایان توش گیر میفتی، این هی انقدر اوج میگیره که یهو ممکنه اصلا اون ارتباط کامل قطع بشه و تو میگی اصلا از چی شروع شد؟ میگه این شروع شد که من گفتم این نوشابه رو میذاری اون بر میز، در این حد مثلا یهو ارتباط کلا پرید. بعد اینو داشت توضیح میداد که چرا این اتفاق میفته. خیلی جالب بود. میگفت دقیقاً افراد با توجه به اون پیش زمینه ذهنیشون اون حرف تو رو میشنون و ریاکشن ناخودآگاهشون دفاع کردن از خودشونه، اون ضعف هایی که دارن، اون اینسکیوریتی هایی که دارن، حساسیت های ذهنی که دارن و اون میاد اونو دفاع کنه، بعد یه حرف میزنه حالا تو دعوات میشه، حالا دوباره تو یه حرف میزنی، به جاش بیای اگر با هم دقیقاً اون صحبت بشه که تو بگی آقا من چرا عصبانی شدم از این حرف تو، این قضیه خیلی راحت تر حل میشه تا اینکه تو داد میزنی اون داد میزنه، تو داد میزنی اون داد، این هی رفت و برگشت. یه جایی رو بعد ببرین دیگه، یه آنتراک بدین بریم میگم من چرا از این که تو گفتی این نوشابه رو بردار بذار اونجا ناراحت شدم مثلا، بعد دیگه این بحث تکرار نمیشه شاید. ولی واسه همینم اونم خوبه. آره این اتفاق توی رابطه هم خیلی زیاد میفته، تو رابطه های مثلا بین پارتنر خیلی اتفاق میفته.
من خودم مثلا روی چیزایی که اینسکیور ترم یه برداشتایی از یه چیزایی میکنم، بعد یه پارتنرم میگه چی مثلا منظورم این نبود، مثلا برمیگرده میگه که میخوای این لباسو بپوشی، بعد من چرا چشه، مگه چه اتفاقی افتاده، چشه، میخوای بگی مشکلی داره، میخوای بگی من تو این لباس زشتم؟ نه، میخواستم بگم منم یه لباس همرنگ تو بپوشم. یعنی اصلا یارو یه جای دیگه است، یعنی اصلا توی سمت دیگه است و من اصلا رفتم دیگه، جدا شدم، طلاق گرفتم، دارم برمیگردم مثلا ایران. یه فضایی تو ذهن من تا کجاها مثلا ممکنه بره. گلاره یه سری از این آزارهای کلامی مثلا مثل برچسب زدن، مثلا مثل توهین کردن، سرزنش کردن، حتی یه نوع فریاد کشیدن یا صدا بالا بردن هم یه نوع آزار کلامی محسوب میشه که خیلی برای ما گاهی اوقات عادیه. مثلا برچسب زدن خیلی توی مخصوصا حالا اطراف من عادی بود وقتی ما بچه بودیم. مثلا خیلی مثلا به من میگفتن زبون دراز مثلا، یعنی جواب پس میده مثلا، یا خاله ورور مثلا چون زیاد صحبت میکنه، از بچگی من زیاد صحبت میکنم، حساس، یا مثلا آره مثلا این هم که بچه حساسیه. اصلا یعنی چی اصلا حساس یعنی چی؟ این برچسب زدن واقعا یکی از بدترین نوع آزارهای کلامیه، مخصوصا برای بچه ها. چه این باشه که بهش بگید فرفری، چه این که بهش بگی چارچش، مثلا تو مدرسه به عینکی ها میگفتن. هر نوعش به نظر من یک نوع آزار وحشتناک کلامیه که اثراتی رو روی اون فرد میذاره که جبران ناپذیرن، حتی زندگیشو ممکن دستش تغییر کنه. آره یه مدل دیگه که گفتم توهین. حالا ما توهین خیلی نمیدونم مثلا مثال توهین چی میتونه باشه، یعنی مشخصا تو به یه نفر حالا توهین بکنی، ولی سرزنش یکی از عجیب ترین نوعهای آزار کلامیه که من خودم هم باش خیلی درگیر بودم. برای مثال تو میری پیش دوستت و یک موضوعی رو میگی، مثلا میگه آره من این اتفاق برام افتاد، آره من درسمو افتادم، آره من از کار اخراج شدم، هرچی، و دوست تو شروع میکنه به گفتن یه سری واضحات و شروع میکنه به سرزنش کردن تو. واقعیت اینه که ما نمیریم پیش دوستامون یا اعضای خانواده‌مون یا نزدیکانمون که سرزنشمون کنن، ما فقط یه همدردی ساده میخوایم. خب و اینکه برگردی به طرف بگی که اگه این کارو میکردی اینجوری نمیشد، من که بهت گفته بودم، مگه من بهت نگفته بودم، اینا هم یه آزار کلامیه و باعث میشه که ارتباط بین آدم‌ها کمرنگتر بشه. مورد بعدی میخوای تو چیزی بگیم این وسط یا من مورد آخرم بگم؟ این میخوای در مورد این مورد نه بگو، همه رو بعد من بگم. آره مورد آخر در مورد فریاد زدنه، یعنی تو سر کسی داد بزنی. یه چیزی که من متوجه شدم این خیلی در فرهنگ ما معموله، یعنی در هنگامی که داری مثلا با یه نفر بحث میکنی یا دعوا میکنی، سری صداها میره بالا و یه همهمه‌ای هم ایجاد میشه، آدم‌ها اجازه میدن به خودشون که صداشون رو ببرن بالا و این صدا بالا بردن اگه بهش دقیق توجه کنی یه نوع قلدری کردن دیگه. یعنی تو میگی که آقا من صدام بلندتره، من بیشتر میتونم فریاد بزنم. و میگم من خیلی اینو یه چیز فرهنگی میدونم، فکر میکنم مثلا تو فرهنگ ما خیلی هست. چند وقت پیش یه نفر داشت چیز میکرد، داشت میگفت که من فیلم سپریشن و جدای نادر از تیمینو گذاشته بودم برای دوست خارجی، بعد یهو برگشت به من گفت که اینا چرا انقدر داد میزنن. حتما فکر کردم راست میگه، چقدر تو این فیلم همه داد میزنن. بعد من داشتم فکر میکردم که خیلی طبیعیه، به خاطر اینکه واقعا آدم‌ها تو اینا خیلی داد میزنن. یعنی توی فرهنگ ما داد زدن یک نوع اعتراض کردنه، یعنی اصلا تو شروع کنی داد زدن سر کسی ادعای اعتراض میکنی، در صورتی که من اینو خیلی توی مثلا محتواهای دیگه نمیبینم. در مورد اون برچسب زدن که گفتی، خیلی این اتفاق به نظرم راحت اتفاق میفته اینجا. من راجع به فرهنگ‌های دیگه اینو نمیدونم، ولی اینکه تو مثلا یه چیزی رو صحبت میکنی خیلی راحت میان توی صحبت تو دنبال تقصیری که تو سمت تو بوده میگردن، در صورتی که تو توی اون لحظه ممکن اصلا واقعا دنبال اون درد دله باشی و خودت میدونی چه اتفاقاتی افتاده و تو فقط صرفا میخوای حرف بزنی، ولی میان تندی اون شرایط رو برمیگردن چون تو رو میبینن توی اون قضیه و اون طرفشون نیست، میان تو رو درست کنن توی اون ماجرا. یعنی اصلا وسط اون ماجرا نبودن، نمیدونن چه اتفاقاتی افتاده. چیزی که من دارم تعریف میکنم هست
ولی اگر شاید اطرافیان اون طرف مقابل، حالا دعوایی که ما داریم راجعش صحبت میکنیم یا حالا اتفاق ناراحت کننده‌ای که افتاده، اطرافیان اون ممکنه اونو بخوان درست کنن، اطرافیان من میان منو درست کنن مثلا، حالا چیزی که حتی ممکنه کامل 90% قضیه سمت طرف مقابل تو باشه، ولی تو داری اون تعریف میکنی. خب ببین این کارو میکردی شاید اینجوری نمیشده، یهو خیلی میتونه آمپر آدمو ببره بالا، حالا آدم بد کنه. چون تو اون لحظه من خودم حالم بده از شرایطی که پیش اومده، دارم درد و دل میکنم با این نفر و اون شروع میکنه به نصیحت کردن، یعنی میره تو اون فازی که ببین تو خب خیلی سخت میگیری اینو، خب سخت نگیر انقدر، این کلمه آدم رو یهو میتونه دیوونه کنه. یعنی چی سخت نگیر؟ خب من هم یک سری مرزها دارم، من هم یک سری حساسیت ها دارم که نمیشه که همش سخت نگیر. آدم ها هم میتونن من رو با این مرزها، نه این که 100 منو قبول کنم من هیچ ایرادی نداشته باشم، نه، ولی حداقل میشه یه ذره اگر من آدم ها رو دارم اون شکلی که هستن با اون مرزهاشون میپذیرم، اونها هم یه کوچولو به مرزهای من و چیزهایی که من برام مهمه احترام بذارن و دیگه حدش نیاد. در مورد این داد زدن هم آره، ما خیلی تو فرهنگمون راحته و آدم ها میان توجیهش کنن، یعنی تو میدونی یک چیزی از نظر عرف درست نیست و این باید عوض بشه و تو بابتش عصبانی میشی. آدم ها میان اینجوری درستش میکنن که همینه دیگه، یعنی اگر یادمی داد میزنه مثلا رئیسته دیگه، خب رئیس دیگه اشکالی نداره که، خب عصبانی میشه داد میزنه، یه روزی مدیر حالش بده داد میزنه، میان اینو طبیعیش میکنن در زدی. خب این درست نیست، تو میتونه شرایطی جوری دیگه اتفاق بیفته یا طرف یا مثلا چه میدونم برمیان که خب مرد دیگه ناراحت میشه عصبانی میشه داد میزنه، میان اونو با تجربه باز اون ویژگی‌ها یا اون چیزه اوکیش میکنن، اوکی میدوننش، به جای اینکه ببینن که خب نه میتونه درست نباشه، میشه خیلی شرایط با مدل بهتری صحبت کرد، میان خیلی طبیعیش میکنن. حالا چیکار کنیم که از این راه حلش چیه؟ یه ذره ذهن از اینکه بیشتر با مرز آشناشیم به نظرت چیه؟ چیکار کنیم؟ ببین در مورد راه حل اگه بخوایم نباشه برای هر مورد و هر قصه‌ای جداگانه است. خب اولین قدم به نظر میرسه که اینه که واقعا شناساییش بکنیم و آسون ازش نگذریم، چه از طریق خودمون باشه چه ما کسی باشیم که داره آزار انجام میده ناخواسته، چه کسی باشیم که آزار داره روش صورت میگیره. خب چون اگر این ادامه پیدا کنه و من آسون ازش بگذرم، مثل این که مثلا من مادر فرض کودکی هستم که کودکم بهش برچسب چسبیده میشه، این خیلی در واقع تبدیل میشه به یک رابطه تاکسیک دیگه، همه چی تاکسیک میشه، همه چی سمی میشه و عاقبت خوبی هم نداره در نهایت. پس باید خیلی سریع جلوش گرفته بشه. میتونه با تذکر دادن باشه، با توضیح دادن باشه و بعضی اوقات آدم‌هایی که در واقع دارن شما رو در واقع ابیوز میکنن یا هراسمنت داره صورت میگیره، واقعا آدمای بیماری هستن و اومدن که شما رو آزار بدن. این بیشتر در مورد حالا مثلا چایلد ابیوز یا وربال ابیوزی که به کودکان انجام میشه خیلی خیلی مشخصه، یه سری شوخی‌های بیخود توی محیط کار ممکنه انجام بشه. خب و شما واقعا، حالا من نمیدونم چه سازوکاری هست، همین که میگی مثلا طرف داد میزنه، خب اصلا یه بیقانونی خیلی بزرگه این که یه نفر سر کار سرتو داد بزنه، اما اگه تو برده‌ای که تو سرتو داد بزنه اصلا نمیشه فهمیدش و ما عادی باش برخورد میکردم من. یعنی من یادمه که مثلا کارفرما سر ما داد میزد، من تو اتاق چیزی رو با داد میگفت که گند زدید فلان و اینا و ما اینجوری بودیم که آخه ناراحت شد، چه بد، دفعه دیگه من کارامو درست انجام. بابا من اصلا برای چه حقی داره که اون بیاد داد بزنه؟ اون یه سری حقای مشخص داره، مثلا اینکه تو رو اخراج کنه، خب بیا من اخراج کن. میدونی یه سری حقهای مشخص برای آدم‌ها وجود داره و از همه مهمتر اینه که ما به حق و حقوق خودمون هم آگاه باشیم. برای مثال این در مورد هم خانم ها پیش میاد گلاره، هم در مورد آقایون توی محیط کار. حالا شاید من چون حالا خودم خانم هستم توی بر خانم‌ها برام چیز تره، یه سری شوخی های بیجا، مثلا شوخی های مثلا یکم مثلا چی میگن جنسی یه خورده بکشه به اونور، خب اینا همشون واقعا ممنوعیت داره. یعنی شما حق دارید که اعتراض کنید به این و بگید که من مایل نیستم که این نوع سبک مورد این سبک شوخی ها قرار بگیرم. خب
و این برای من خط قرمز منه. خب ممکنه به شما برچسب امول بودن بزنن حتی اینجور موقع ها. ای بابا تو چرا این خودشونو برچسب زدنه. و به شما برای شما یک رد فلگ باید باشه، یک هشدار باید باشه برای شما که بدونید این آدم داره به شما برچسب میزنه و آدم کنترلگریه و اومده که شما رو ابیوز بکنه و سریعتر باید فاصله بگیرید. یا اگر در مورد بچهای کوچیک‌تر بزرگتری وجود داره با بزرگترتون باید در میون بذارید. اگر توی محیط مدرسه داره اتفاق میفته باید بیاد این مسئله باید بیاد به محیط خونه. و اگه تو محیط کار حتما، حالا من نمیدونم HR یا منابع انسانی، مدیر بالا دست، هر کی، سریعا باید به نظر من گزارش بشه. یعنی شما اگر یک بار به کسی چیزی رو گفتید و اون باز هم دوباره به این شوخی‌های بیخود و استفاده از الفاظ بیخودش ادامه بده، حتما و 100% باید یک جوری گزارش بشه و ساده نباید بگذری. یه چیزی که ما داریم میگیم حالا گفت دیگه، حالا کرد دیگه، حالا شد دیگه، و این نه. من به این یه نه بزرگ نشون میدم و میگم که اصلا نباید از کنار اینجور چیزا ساده گذشت، به خاطر اینکه همین موضوع میتواند شروع یک هراسمنت جدی تر باشه. شما واقعا مورد یک آزاری، حواستون باید باشه که قربانی نشید یک وقت، یا حواستون رو جمع بکنید. یه چیز دیگه هم که حالا گفتم قربانی نشید، به فکرم رسید که بگم سرزنش قربانی هم یک نوعی از وربال ابیوز محسوب میشه، آزار کلامیه. یعنی هم موضوعی که مثالش همه جا هست. اگر فردی مورد در واقع من بهش میگم جنایت تجاوز قرار گرفت، قربانیه که همیشه توی بیشتر موارد داره سرزنش میشه. این هم دیگه برام واضحه، یعنی چیزی نیست که ندونیم. خب ولی حواسمون باشه دیگه. من خیلی بد به نظرم چیز کنیم. یه چند تا مثال بزنم ببین نظرت راجع به این مثالا چیه. مثلا میگن که عجب، مثلا تو انگلیسیش مثلا میگه لوزری هستی فلانی، یه کاری هم درست نمیتونی انجام بدی، یا مثلا عجب احمقی هستی، یه کار از دستت بر نمیاد. این میفته، اتفاق میفته خیلی بده. مثلا تو رفیقا، بعضی وقتا رفیقا پسرها مخصوصا من اینو خیلی دیدم که به خودشون اجازه میدن به واسطه یک چیزی به نام رفاقت، یا اینکه ما پسرها با هم دیگه راحتیم. من واقعا بعضی وقتا شوک میشم که چقدر راحت هم دیگه رو تحقیر میکنن. نمیدونم، میگن میخندن و میگن ما با هم رفیقیم و اوکیه. من ولی نمیفهممش. من نمیفهمم که چون این شاید اگه پسرا بیان برای من توضیح بدن خیلی خوب بشه. من واقعا نمیفهمم تو چطوری مثلا ممکنه دوستتو تحقیر کنی و بهش بگی عجب خریه، عجب احمقی، عجب نفهمیه. خب و باز بگی که ما این اثر رفاقت، من رفیقمو چون خیلی دوست دارم اینجوری باش حرف میزنم. من درک نمیکنم. آره ببین صمیمیت دیده میشه. من مدت خیلی طولانی سالهای سال در یک دوستی بودم که یعنی گروه دوستی بودم، دوستانی داشتم که حتی کلماتی که من توی مکالمه استفاده میکردم رو قضاوت میکردم. و من چون توی سنی بودم که حالا اون سن تینیجری تا مثلا دوران فکر کن راهنمایی تا دبیرستان و شروع دانشگاه که تو هنوز رو خیلی چیزا راجع به خودت نمیدونی و مطمئن نیستی و داری خودت اصلا کشف میکنی، این فیدبک ها و این مثلا صمیمیتی که خیلی بهش میگم میخندیدن یا مثلا صحبت میکنن که توی فلان جمله هاش مثلا اینجوری این کلمه رو استفاده میکنه، خیلی برای من اون موقع عذاب آور بود و خیلی اعتماد به نفس منو میگیره و عجیب روم تاثیر میذاشت و فکر میکنم که این لیبل تو همون موقع اونو میگی و ازش رد میشی. یا دقیقا هم که گفتی مثلا وای چقدر تو مثلا خنگی فلان چیزو اصلا نمیفهم، تو اصلا سر از این چیزا در نمیاری، بابا باز تو مثلا گند زدی، همون لحظه میگین و میخندین توی اون جمعه ها، ولی برای اون نفره میتونه خیلی تبعات زیادی داشته باشه. یعنی یه نفر واقعا دیگه اون ساید ذهنیشو مثلا اگرم دوست داشته دیگه اون کار اصلا انجام نمیده و برای خودش نمیدونه. مثلا سر همون بازی کردن، ما این مثالا رو میم کوچیک میکنیم، سر بازی یه چیزیه که خیلی ها مثلا سرش گارد دارن که یا تو باید پرو پلیر باشی خیلی خفن بازی کنی یا اصلا نباید بازی کنی، یعنی این گارده وجود داره. من با این خیلی خیلی مخالفم و خیلی سعی میکنم که اینو بشکونم و به همه افراد، ولی چون یه چیزیه که جا افتاده مثلا طرف تا میاد بازی کنه،
با تو که اصلا اهل این چیزا نیستی و اون طرف باور کرده ها دیگه. من میبینم تو چقدر ناز و مؤدبی، مثلا میگم فلانی که نوع سگه اصلا نمیفهمه. ببین بعد مثلا خب ببین اون دقیقاً کسایی که میگن اجازه بده فوشا رو من بدم. نه نوب سگ کار بیشتر توی حالا چیزا اتفاق میفته توی بازی ویدیویی. آره و دیگه کسی جرئت نمیکنه به دنیای بازی پا بذاره. ببین من اصلا آدم پرو پلیر نیستم، من همیشه گفتم که من خیلی بازی کردن دوست دارم ولی اینجوری نیستم که خیلی آدم حرفه‌ای باشم، ولی پرروم چون حق خودم میدونم که من هم بازی کنم، منم دلم میخواد که بازی کنم. حالا توی چیزای خیلی حرفه‌ای ترم، توی چیزای خیلی داغون فقط همراهی میکنم، چون خب همه ما نمیتونیم تو همه اینا حرفه‌ای باشیم، چرا باید ساعت‌های خیلی طولانی بازی کرد. ولی اجازه بدین که اونم تست بکنه. حالا تا مثلا یه سری سوتی تا شروع کردن به خنده و اینها، اصلا ممکنه اون طرف دیگه اینطوری کنه نه من که نمیتونم بازی کنم. من اینا رو دوستایی داشتم که واقعا اتفاق براش افتاد دیگه، اصلا طرف کاملا احساس میکنه که اصلا برای این ساخته شده و هیچ وقت حتی جرئت نمیکنه که سر میز بازی بشینه، حالا چه بورد گیم چه ویدیو گیم وارد شه، چون اصلا دیگه اعتماد به نفس انقدر استرس میگیره که من نمیتونم، اصلا اون کار انجام نمیده. حالا اینو شما بست بدین به خیلی از اتفاقای دیگه که میتونه مهمتر باشه، حتی به شغل طرف مربوط باشه و خیلی چیزهای دیگه. در واقع یه جوری طرفو ناپدید میکنیم. آره کم کم یارو ناپدید میکنیم. یه چیز دیگه، یه مثال دیگه که دارم و میخوام راجعش حرف بزنم، راجع به در واقع صحبتایی که شما رو کنترل میکنه، حرفایی که کنترل میکنه آدم. مثالش چیه؟ مثالش اینه که این بیشتر بازم میگم تو رابطه ها ممکن میشه. بیرون نرو. چرا داری میری بیرون؟ الان داری کجا میری؟ با این دوستات نگرد. این چیه که پوشیدی؟ این اتفاقی که میفته و بعضی هم مثلا میگن وای چه پسری، مثلا آخ جون، و این خیلی هم مد شده. خیلی برای من جالبه که این نوع رفتارهای از نظر من تاکسیک و رد فلگی تبدیل شده به ترند. مثلا پسر بد اخلاق خوبه. آخه اصلا کسی که به تو میگه که این چیه پوشیدی یا مثلا تو غلط کردی با دوستات بری بیرون، چه جذابیتی ممکنه برای شما داشته باشه؟ نمیفهمم. اینم نمیفهمم. اگر میدانید برای من توضیح بدهید که چه جذابیتی در مثلا پسر بیشعور و بی تربیت هست، یا حتی برعکسش. چون بعضی خیلی دوست دارن اینطوری رو. من اصلا خب باهاش منم نمیتونم اینطوری. ببین خیلی از افراد اگر پسر اون کار رو برشون نکنه، من اینو واقعا خیلی سرش بس کنم، چون منم هم چیزی رو دوست ندارم انقدر. یهو مثلا از چه میدونم تا قبل شما همه کارهای زندگی تو تنهایی انجام میدادی و بعد یک نفر وارد زندگی میشه و اینطور میکنه نه تو چلاقی کلا بشین همه کار با من. و حمایت رو دوست دارم، حمایت رو میفهمم. تو بالاخره حمایت کردن، شیر کردن، همراهی کردن، پا به پای هم دیگه خیلی مسائل حل کردن، با هم دیگه گره ها رو باز کردن خیلی چیز قشنگیه. یا با هم همراهی کردن، اهمیت دادن به طرف. کنترل کردن تعصبی رو من هم نمیفهمم که مثلا تو دیگه نه اصلا حق نداری بری مثلا فلان جا فلان کار بکنی. خب مثلا تا قبلش چه فاجعه اتفاق میفته من این کار میکردم. اونا یه بخشش میگم اینا یه مرزیه بین همراهی کردن و احترام گذاشتن به پارتنر دیگه، یه بخشش یه دوسته. ولی خیلی از افراد اگر پسر اون کار نکنه معتقده که دوستشون نداره و اصلا دیگه اون براشون عجیب غریبه و نمیتونن تحمل کنن. ببین من کلیتش برام عجیب نیست، یعنی میفهمم که چرا از نظر حالا علاقهشون به این سمت میره، بازش نکنیم ماجرا رو. رمانای بچگی. ولی آره مسکولاریتی هم میفهمم، یعنی اینکه مثلا یه خانمی باشه که علاقه من باشه کلا به مسکولاریتی، اینم خب یه رنج، آدم رنج دارن دیگه، اینجوری نیست که همه چی شبیه هم باشه و مسخره است که اصلا ما کلا یه نوع مرد مثلا داشته باشیم. بعضی مردای مسکولار کلا براشون جذاب ترن، اینم من درک میکنم. زیاد شدنش برام سواله، چرا یهو اینقدر زیاد و ترندی و اینا و تقصیر فیکشن هم هستا، یعنی همه فیکشن ها این شکلی شدن. یعنی مثلا تو همه فیلم ها رو که باز میکنی اگه خورده تم یواشتر مثلا عاشقانه فانتزی طوری داشته باشن، حتما تو همچین چیزی رو توشون میبینی که مثلا مرد انگار مثلا نمیدونم مشکل اعصاب داره یا همچین چیزی و مثلا خانم از این حالت لذت میبره. اینم باز اوکی، ولی شاید چون کتابا دارن فیلم میشن. یعنی ما تو کتابا خیلی می‌داشتیم دوران دبیرستان ما 98 یا خب همه پسرها خیلی قاطی بودن. آره ساشا تهرانی ها
ساشا تهرانی. این چی بود؟ این خیلی معروف، این شخصیت ساشا اگه اسمش اشتباه نگم توی اون زمانی که حالا 98 خیلی مثلا اومده بود بالا و اینا، یه شخصیتی بود که مثلا نماینده همه این پسر، مثلا چه باش تصادف میکنی بعد تو رو نجات میده، بعد برای تو قصرش، یه قصر بزرگ داره خیلی بی‌عصابه، بعد مثلا خیلی پول داره. آره یه انقدر پول داره که دیگه اصلا همه جهان روی انگشتش. حاکم کل جهان. اسمش ساشا. آره حاکم کل جهانه و خیلی سرد و همیشه هم لباسای مشکی داره، مثلا کت شلوار اتکلون تلخ. آره اتکلون تلخ. یه سه مثال خنده‌دار دیگه هم هست که میگم ولش کن واردش نش. اوکی. ولی خب یادتون باشه که اگر حالا به صورت کنترل شده نباشه، چون شما ممکن از پارتنرتون بخواید که اینجوری رفتار بکنه و من هیچ ایرادی درش نمیبینم، بعد حواستون باشه که این تبدیل به یک در واقع ابیوز نشه که به شما بگه که نمیتونی، اجازه نداری بری بیرون یا فلان کارو بکنی. ممکنه که یک دیلی باشه در رابطه شما، مثلا دوست دارم اینجوری کنترل بشم و لذت میبرم از این کنترلگری تو، ولی حواستون باشه که خارج نشه، چون اگه خارج بشه به خشونت منجر میشه در نهایت. مثال بعدی که دارم برات بزنم در مورد اینه که تقصیرها رو بندازی گردن یکی دیگه. این خیلی توی زندگی من نقش داشته، مثلا که همش تقصیر توئه، تو بودی که این کارو کردی. همین از این من البته خودم کم با والدینم این کارو نکردم، مثلا امروز یک جوش زدم زنگ میزنم مامانم میگم همش تقصیر توئه، تو اگه فلان کارو در سالیان گذشته نمی‌کردی. این خودش خیلی واقعا تاکسیکه. مثلا زنگ میزنم همه تقصیرهای ممکنه رو بندازم رو دوش یه نفر و یک عذاب وجدان خیلی وحشتناک پیش بدم. مثلا تو عامل همه استرسای منی، تقصیر تو بود من کنکور قبول نشدم. اینا همشون یه نوع آزار کلامیه که خیلی هم کامنه، خیلی هم هست، همیشه وجود داره. خیلی متداوله. آفرین. متداوله، خیلی خیلی متداوله. آره. مورد بعدی یه حالت ببین مرموز یا مثلا انگار یه چیزی رو راجع به تو میدونه. این اتفاق مثلا یادم تو چت و اینا خیلی اتفاق میفته، یه چیزی راجع به تو میدونه، مثلا در واقع اینجوری به نظر یه جوری در واقع فیلم بازی میکنه انگار یه چیزی راجع به تو میدونه. مثلا من برمیگردم به تو میگم که گلاره ببین فکر نکن من نمیدونم، من خیلی چیزا راجع به تو میدونم. یا خدا حواستو جمع کن که من خیلی چیزا راجع به تو میدونم. این خیلی خب واقعا ترسناک و عجیب غریب و یعنی حواستون باشه که این مورد هم یک موردیه که میتونه برای شما رد فلگ باشه. خب این آخه مگه توهین نیست؟ چیز اصلا چی به وقتی تهدید نیست؟ این نوع تهدیده. آره واقعا این نوع تهدیده و تهدید هم میتونه آزار آره خیلی درسناکه و میگن مثلا اینجوریه که تو همیشه به خودت شک داری یا مثلا اصلا به گناه بعضی وقتا آدم‌ها یه جوری با طرف میزنن به گناه نکرده خود اعتراف می‌کنی، میگی لابد فلان چیزو میدونه دیگه، یه جوری مسیج میدن و همدیگه که یه جوری مثلا به نظر برسه که یه کاری کرده طرف. خب آره اینم یه نوع دیگه‌اش بود که واقعا هم ترسناکه. نوع بعدیش که خیلی زیاد توی فارسی هم اتفاق میفته سارکازم که هست، خیلی زیاد هست، یا واب مباینت بهش میگن فکر کنم توی فارسی مثلا پیش میاد. مثلا میگیم که گلاره و درس خوندن نه بابا، گلاره و آشپزی امکان نداره. خب یکیش اینه واب مباینت گذاشتن بین چیزهای مختلف برای آدم‌ها و چسبوندنشون به هم دیگه که به نظر من خیلی تحقیرآمیزه. و دوم هم سارکازم، یعنی به مسخرگی یا به شوخی یه چیزی رو بگم. مثلا بگه چی میگفتن مهندس، دکتر، مثلا آی کیو. این آی کیو زمان ما خیلی چیز بود. من اینو بی خاطره دارم ازش. تو خاطراتو ما شیر کن. یه بار داشتم توی یه شرکتی بودیم، داشتیم یه کاری انجام میدیم، یه چیزی داشتیم تست میکردیم. بعد یه همکاری بود خیلی به دوست داشت به شوخی این کلمه رو هی بگه، مثلا دکتر اینجوری کن، دکتر این کار بکن و اینا. بعد خب من خیلی میشیدم که به همه اینو میگه و اینها. بعد یه روز ما داشتیم یه چیزی رو تست کردیم، من داشتم یه کاری انجام میدادم، یا گفتش که دکتر اینوری مثلا این سیستم رو باید بذاری. بعد من همونو پاس کردم، گفتم که برای چی به من گفتی دکتر؟ بعد میگم مگه دکتر حرف بدیه، تعریفه که. گفتم مگه من دکترا دارم یا دکترم؟
از این دیگه فرشته زدم روی موت قاطی یکی فرشته نیستم. ببین دیدی آره گلاره رنگ عوض دیگه فهمید که خونه این حرف بدیه. یعنی چی دکتر این کار خیلی مسخره داری به مسخره میگی دیگه. خب من یعنی این کار بلد نیستم یا خنگم یا مثلا کار داره اشتباه انجام میشه، من دکتر که نیستم که برای چی به من بگی دکتر. و فهمید که کار اشتباهی، به من دیگه نشینم اون آدم از این کلمه استفاده کنه و دیگه هزار آفرین تو دکتر صدا نمی‌کنه. تو واقعا تاثیر بزرگی در جامعه گذاشتی. آره این دکتر آیکیو مهندس اینا منم آزار میده. مورد بعدی خیلی مورد باحالیه گلاره، بهش میگن، منم فارسی داره بهش میگن گسلایتینگ. گسلایتینگ هم یه نوع وربال ابیوز محسوب میشه. توی روابط خیلی اتفاق میفته، ممکنه بین خواهر برادر و پدر مادر و فرزندم اتفاق بیفته و این موردیه که این شکلیه. یه نفر، این یه فیلمی هم البته داره اسمش همین گسلایتینگه، اسم فیلمش، فیلم خیلی قدیمیه، من سالیان پیش دیدمش، در واقع از فیلم سیاه‌وسفید کلاسیک قدیمی محسوب میشه. در مورد یه مردیه که میخواد پولای زنشو بالا بکشه. خب در واقع به زنی ازدواج میکنه و میخواد پولای زنشو بالا بکشه و شروع میکنه یه کارایی رو کردن که به نظر برسه که زن دیوونه است، یا زن خودش فکر کنه که من دیوونه و توهمی شدم. بعد زن خودش رو مثلا تیمارستان معرفی کنه و این همه اموالش رو برداره بر خودش و زنه رو به این باور میرسونه که آقا تو خلی، مثلا چه میدونم، زنه میاد دیگه من لیوان آبمو گذاشته بودم اینجا چی شد و اینا، مردم که لیوان آب، تو لیوان آب نذاشتی، تو اصلا صبح تا آب نخوردی، چیزا رو از خودت در میاری، توهمی شدی، خل شدی، خواب دیدی مثلا خیر باشه. خب این رفتارای این شکلی که به شما بگن که داری از خودت در میاری. مثالش مثلا تو زندگی من اینجوریه که من یادمه که بچه که بودم تازه عینکی شده بودم، بعد عینکمو یادمه که رفتم توی حیاط و عینکمو گذاشتم لب تاقچه. اون موقع برای اینکه ببخشید بیادمی نباشه، برای اینکه عینکم نیافته توی چاه توالت، وقتی میرفتم دستشویی عینکمو در میآوردم. بعد برای اینکه بارها افتاده بود تو چاه توالت، بعد عینکمو در آوردم توی حیاط گذاشتم، بوده رفتم توالت، برگشتم دیدم عینکم نیست. خب بعد خیلی نشستم فکر کردم که آقا چه اتفاقی برای عینک من افتاده. بعد به این نتیجه رسیدم، موقعم تازه این کتاب سند برنگی رو خونده بودم، داستان اولوز و کلاغ‌ها. به این فکر کردم که حتما کار کلاغاست، چون کلاغا چیزای براق دوست دارن، اینا اومدن عینک من برداشتن. حالا من نمیدونم واقعا عینک من چی شد، چون عینک من واقعا هرگز پیدا نشد. اما اطرافیانم به من میگفتن که تو رفتی دستشویی و اینو انداختی و الان داری دروغ میگی. و هیچ وقتم زیر بار نرفتن که من دروغ نمیگم، من واقعا اینو گذاشتم لبه مثلا تاقچه و رفتم. و هنوزم که هنوز احساس میکنم مثلا آدما به من اعتماد ندارن، یا مثلا چرا من برام چیزا خودم در بیارم. این رفتاری که به تو بگن باورت نکنن و به تو بگن که داری چیزا رو خودت در میاری و بهش میگن گسلایتینگ. خیلی مثلا این البته گسلایتینگ خیلی حساسی هم جزشه که اول گفتیم، خیلی حساسی، یکی از موارد گسلایتینگ. یه چیز دیگه هم هست، یهو من راجع به این گسلایتینگ اومد تو ذهنم، اینو من خیلی راجع به رفتار بچه‌ها با پدر مادرها میبینم. حالا نمیدونم توی جاهای دیگه این اتفاق میفته، من این راجع به ایران دارم صحبت میکنم و حالا شاید خیلی از چیزایی که اطرافم میبینم، خیلی سریع ما پدر مادرامونو به حالت مثلا ناتوان میرسونیم، یعنی یا به این حالت که تو سنت بالاه و این کارو نه. این خیلی گسلایتینگه که خیلی به نظرم اتفاق میفته. حالا میتونیم تو این شاخه به نظرم قرارش بدیم که طرفو کاملا ناتوان کنه. آی تو دیگه مثلا نمیتونی رانندگی کنی، یا مثلا تو دیگه وای اینجوری چرا میری. اون طرف داشته تمام این سالها رانندگی میکرده، موقعی که تو اصلا نمیتونستی، راجع به این چیزا نظر نداشتی، اون نظر میداده، این همه سال بیشتر از ما زندگی کرده و خیلی سریع آی تو دیگه تو سنی نیستی فلان لباسو بپوشی، یا وای تو با این سنت فلان میکاپو کردی، فلان لاکو زدی، فلان مثلا بابا جان شما دیگه نمیتونی رانندگی کنی، بابا جان شما فلان جا نباید نظر بدی. خیلی سریع به این حالت میرسوننشون و از کار افتادهشون میکنن و من خیلی این قضیه ناراحتم میکنه. اینم ازم یه بحثیه که خیلی بحث مهمیه و دلم میخواست که آره اینجا که الان صحبت شد بگم که خواهشن نکنین این کار، انقدر زود سن افرادو بالا نبرین، ناتوانشون نکنین. اونها با همه اون تواناییاشون خودشون حالا توی اون سن ممکن همونقدر که ماها سن خودمون باور نداریم پدر مادرها هم ندارن، یعنی واقعا چون سنی نیست و میتونن توی هر سنی هر کاری که دلشون بخواد بکنن مثلا.
این مرز رو نذارین لطفا، چون ناتوانی بیشتر افرادو پیر میکنه. آره به من واقعا ممنونم که اینو گفتی، برای اینکه من اصلا به ذهنم نرسیده بود اصلا مورد برعکسش، و همیشه اینجوری بودم که پدر مادرها در حق ما چه کاری کردن. آفرین بهت که این موضوع رو گفتی. من پیشنهاد بهتون میکنم که در مورد این موضوع خاص که گلاره حرف زد، من فیلمی که اخیراً دیدم و برام جالب بود فیلم عامه پسند سهیل بیرقیه که جزء سگانه‌ایه که ساخته. فکر کنم اولیش منه، البته ربطی به هم ندارن، فقط میخوام بگم که این سهیل بیرقی سه تا فیلم در مورد زنان ساخته که در مورد زنای نسل‌های مختلفه. اولیش منه، دومیش عرق سرده و سومیش عامه پسنده که توش خانم معتمدآریا و باران کوثری و هوتن شکیبا بازی میکنن. من فیلمو دوست داشتم به خاطر موضوعی که روش دست گذاشته بود و موضوعش تقریبا همین جوریه. یه جایی از این فیلم معتمدآریا برمیگرده میگه دیگه 60 سالم شد برم بمیرم دیگه، اصلا این کارم که نمیتونم بکنم، اون کارم که نمیتونم بکنم، برم بمیرم. پس دیگه ما اگه مثلا چرا زندگی کنیم دیگه وقتی اجازه هیچ کاری رو نداریم، هیچ کس رومون حسابی قرار نیست باز بکنه. این مورد خیلی پیش میاد، مخصوصا در مورد چیزایی مثل تکنولوژی، مثلا به جای اینکه به طرف قشنگ توضیح بدی، چون این آدم با اون که بزرگ نشده، یه چیز جدیدیه براش، ممکنه چیز جدیدی باشه براش، خیلی سعی میکنم تو نمیتونی بده خودم برات میگیرم، مثلا اسنپ میخوام بگیرم خودم میکنم برات. خب بابا بذار بالا یاد بگیره، دفعه دوم خودش میگیره دیگه، چیز عجیبی که نیست. و شما چطور بچه‌های کوچیک خیلی کوچیکتون موبایل دارن و مثلا این اجازه رو دارن که مثلا یارو اسنپ هم بگیره، ولی حالا یه آدم بالغ بزرگسال به زور میخوای بزنی تو سرش که مثلا اونو ناتوان جلوه بدی. من نمیدونم چرا، بخاطر اینکه حوصله نداری، نمیخوای ارتباط برقرار، من نمیدونم علتش چی میتونه باشه، ولی آره خیلی زیاد منم دیدم این که مثلا آقا اصلا این مناسب سن شما نیست، حالا این چیه شما پوشیدی مثلا، یا این کارا مثلا برای جوان‌تراست، در صورتی که تجربه من توی زندگی توی آلمان به عنوان یک جایی که جامعهش جامعه پیریه اینه که اصلا این شکلی نیست و تو رنگی ترین و در واقع آدم‌ها وقتی سنشون هم میره بالاتر دیگه پولدار میشن عملاً، مثلا چیزای رنگی رنگی و خوشگل و مانیکور رفتن و چندم سفر رفتن و مخصوصا اصلا برای آدمای سن بالا می‌بینی. و من بعض وقتا یه چیز بامزه که میبینم اینه که یک مادر بزرگی رو میبینم که داره یک مادر بزرگ دیگر روی ویلچر حمل میکنه و اینا دختر و مادرن، یعنی مادر خیلی پیره، دختر هم پیره، یعنی اینا جفتشون هم پیرزنن ولی پیرزن‌های متفاوتی هن. و صبح میان با هم دیگه بیرون صبحانه میخورن. یا من یادم یه دفعه رفته بودم رستوران و یه آقایی رو دیدم، یه آقای خیلی مسنی دیدم که برخوش اومد یه استیک سفارش داد و یه واینی گرفت و اینا نشست برخوش خوردن. به محسن گفتم محسن این آقا رو می‌بینی اگه تو ایران بود مثلا میگفت من دیگه برم بمیرم، میدونی نمیاد بشینه برخوش مثلا غذا بخوره. خیلی سریع خودش هم نگه بقیه بهش میگه آره دیگه تو مثلا دیگه بعد دیگه بمیری دیگه، بس دیگه چه خبره. یا اون روحیه اینه که خب تو دیگه مثلا خیلی کم میبینم تو ایران مثلا که خانم مسنی اومده باشه رستوران برای خودش مثلا، یا اومده باشه کافه برای خودش. اصلا کافه که احساس میکنم پدر مادر جرئت ندارن پاشونو بذارن. اصلا تو برای چی اومدی؟ برخورد میشه. آره اصلا تو اینجا چیکار میکنی؟ خجالت هم خوب چیزیه. خلاصه اینم از مواردی که من میخواستم بگم. فکر کنم دیگه تموم شد مواردم. یه چیز دیگه البته هست، اونم اینه که گلاره دیدی مثلا یه چیز زشت مزخرفی بهت میگن، بعد میگن شوخی کردم بابا، چقدر تو جدی میگیری، چقدر حساسی. این شوخی کردم بابا هم واقعا به نظر من دعوا میخواد. یعنی مثلا کسی به من میگه شوخی کن، خب شوخی نکن. آیا من آدم طنزیم؟ آیا من آدم اینجا جای مثلا با منزه بازیه واقعا؟ یعنی من واقعا خیلی دوست دارم به بعضی بگم نه نکن، من اهل شوخی نیستم. ممکنم بگم من میگم من خیلی اهل شوخی نیستم، شوخی نمی‌کنم و انتظاری هم ندارم کسی باهم شوخی کنه. آره اونم باز مرز افراده. یه نفر هر چقدر باش مثلا شوخی میکنه که، ولی شوخی که تو بعدش قراره بگی آی شوخی کردم که خب دیگه، ولی به اون آره بعدم مثلا به بی جنبه بودن تلقی میشه و چه آدم لوسیه انگار مثلا جنبه مثلا انگار یه چیز اشل مشخصی داره. خب جنبه چیه؟ مثلا شما چقدر میخوای من آزار بدی و من صدام در نیاد و اسمش بذاری جنبه؟ مثلا چقدر قراره بولی بشم، چقدر قراره مسخره بشم، چقدر میخواید منو رنده کنید تا من صدام در نیاد؟ آره خیلی من فکر کنم که حرف که زیاده، یعنی انقدر این موضوعی که حالا راجعش دقیقاً دغدغه‌مون شده بود انقدر خب خیلی صحبت داره و میشه خیلی اینا رو بس داد، ولی دوست نداریم که خیلی طولانیش کنیم که
شما هم که دارین به ما گوش میکنین واقعا ممنونیم که با هم همراهی میکنین، تا اینجا هم به همون گوش دادین، ولی بیشتر از این دیگه طولانی ترش کردن خسته کننده ممکنه بشه. واسه همینم از این اپیزودو با صحبت از رویای هفتمون ببندیم تا حالا اپیزودهای بعدی. و خیلی دوست دارم، یعنی از اون اپیزوداست که خیلی دوست دارم که همه بشنونش و به همون هر کسی که گوش داد نظراتشو به همون در مورد این چیزها بگه. ما نقطه نظرات شما رو هم بشنویم، ببینیم شما راجع به این چیزهایی که صحبت کردیم. خیلی چیزهای مختلفی گفتیم، اصلا بحثه به نظرم خیلی این برانور بود، یه چارچوب داشت، ولی از خیلی چیزا گفتیم که دوست دارم که نظر همه راجعش بشنوم. بیا راجع به این از بحث هفتهمون بریم سراغ رویای هفته. از این رویای هفته بعدی چیه؟ میخوای چی کار کنی برای هفته آیندت؟ ما توی بخش رویای هفته بگیم که دوست داریم توی هفته آینده چه کاری رو انجام بدیم، حالا یه کار خیلی ریز کوچیک یا خیلی بزرگ. من یه پروژه رو میخوام انجام بدم، تمام نمیشه البته تو این هفته، ولی دوست دارم که حداقل هر روز یک مقدار خیلی کوچیک روش حتما وقت بذارم. امیدوارم شاید پیاده روی نمیشه، شاید پیاده روی ماجراش فرق میکنه، ولی این پروژه رو من بعد بتونم هر روز روش وقت بذارم. آره میتونی بهمون یه هینتی بدی که راجع به چیه که من ازت پیگیری کنم؟ نه یه کیس استادی دارم می‌نویسم، فقط صرفا ما پیگیری می‌خوای بکنی. شبیه چی بود کانون قلمچی داشت؟ پشتیبان. وای پشتیبان قلمچی هم هر روز ازت بپرسم. استرس صدی خانم خوندی؟ درسات خوندی؟ من دعوام میشد همش با پشتیبانا، بر نمیتابیدم. مثلا همراهی با پشتیبانو من هیچ وقت نفهمیدم و با بندهای خدا خیلی دعوام میشد و جواب نمیدادم. شما هم من یاد نگیرین دوستان، خواهش میکنم، یا اگه دوست دارینم یاد بگیریم. من رویای هفته خودم. خب هفته پیش من قرار بود رویای هفتم این باشه که یه ویدیو ادیت بکنم، ولی واقعا انقدر هفته وحشتناک و شلوغ و کم خواب بود، مثلا داغون و بدوی بود که فقط رسیدم یه سری کات های ریزشو بزنم و خیلی پیش نرفتم، ولی در همون حدم اوکی هم باش، خدا رو شکر یه کوچولو در بازش کمیزه پیش رفتم. رویای هفته بعدم راستیتش فکر کنم سری پیش شدم، یه کاری رو میخوام شروع بکنم، یه ذره تستش کنم که ببینم میتونم انجام بدم یا نه. یه حالت کار فریلنس دوم به خودم دارم اضافه میکنم و میخوام ببینم که این مدیریت زمانم برای اینکه این کار رو تحویل بدم و ببینم که اصلا چجوری هم باهاش جزو کارهایی که باید بهش برسم، با اینکه میدونم باز چند روز بدوی زیادی دارم، ولی اینم دوست دارم که انجامش بدم. حالا چقدر کاری بود این سری رویای هفتمون، خیلی جالب بود که با هم دیگه 3 چیز کاری بودش. آره رویاهای بی‌مزه و لوس و ناناری دارید. نه اشکال نداره، سری پیش مثلا چیزای با هر سری یه چیز ممکنه باشه، برای سری بعدی یه چیز فان ممکنه باشه، یه بورد گیم، یه بازی، یه چیز، یه ایونتی، واولای چیزی واولای ببینیم چی میشه. آره شما بهمون رویای هفته‌تون رو بگین، اینکه کجا میتونین با ما تعامل داشته باشین، چون این موجوکست مثل همیشه که میگم مهمترین بخشش تعامل ما با شما، صحبتایی که شما، نظراتی که شما به ما میدین خیلی 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 برامون با ارزشه و اصلا موجوکست بر پایه اونه واقعا. جایی که میتونین با همون صحبت کنین توی کامنت های بخش حالا اپلیکیشن های پادکستی که کست باکس و مطمئنم بقیه رو هنوز مطمئن نیستم که کامنت داشته باشم متاسفانه یا نه. مهمترینش باز کانال تلگرامی مونه که به یک گروهی وصله، اونجا میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم و اینکه میتونین تو دایرکت به من و آذین هم حالا اگر نظری پیشنهادی چیز داشتین دایرکت اکانت اینستاگرام جفتمون رو براتون لینکاشو میذارم که بتونین اونجا هم با همون صحبت کنین. همین دیگه، از این صحبت دیگه نداری خدافظی کنیم؟ آره دیگه خدافظی کنیم. در هر حرف پایانی بگم که سنسیتیو باشید، حساس باشید اتفاقا در مورد همه حرفایی که بهتون زده میشه و گوش تیز کنید، این خیلی مهمه به نظرم. در قسمت گذشته من به جای هیدروژن در بادکنک گفتم هالوژن، من عذرخواهی میکنم، منظورم هیدروژن. آره داشتم گوش میدادم که گفتم هالوژن. بعد هالوژن یعنی چی اصلا چه مفهومی داره پشتش؟ همین. هفته خیلی خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. مرسی که تا اینجا ما رو گوش دادین. تا قسمت بعدی، خداحافظ.